این ویدیو مخصوص پدر مادرها است، خصوصا پدر مادرهایی که وقتی بالای طفل خود قار میشن، بالای اولاد خود قار میشن، دعای بد میکنن. الهی خیر نبینی، الهی فلج شوی، الهی تباه شوی. از این مسائل پدر مادرای افغان که همیش ای بدواره میکنند. بنان خوب گوش کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که به اولادتان دعای بد نکنید، که اگر این دعای بدتان در ساعت استجابت دعا برابر شد، دعایتان قبول میشه و آنچه را که گفتین بر اولادتان اتفاق میفته. به این معنا که در 24 ساعتی وجود داره که ساعت استجابت دعا است. یعنی وقت دعا میکنین اگر در اون ساعت برابر شد، دعای شما قبول میشه. مبادا که به طفلتان دعا بکنین، به اولادتان دعا بکنین که الهی خیر نبینید، الهی تباه شوید، الهی فلج شوید و این دعایتان در او ساعت استجابت باشه و خدای نکرده دعایتان قبول شود. بنان وقت عصبانی میشین بالای اولادتان قار میشین، هیچ گاه دعای بد نکنید. مبادا که در ساعت استجابت دعا برابر شود.